درس اول و مهمترین درس استراتژیکی، هیچ وقت نذار مغزت بیکار بشه. مغز بیکار پاتوق ترس و وحشته. یه نگاه به خودت بنداز، قبل از فهمیدن این درس چقدر میترسیدی؟ خیلی زیاد میترسم. اما الان بعد از اینکه من این درس رو بهت دادم چی؟ خیلی بیشتر میترسم. هرچی بیشتر فکر میکنم بیشتر میترسم. بی خود میکنی؟ مگه به چی فکر میکنی؟ چیز خاصی نیست. استراتژی نظام سوریه، گزارش آژانس، لو رفتن طرح برادره تو واشنگتن، داستان بحرین 3000 میلیارد، انفجار نمیخواد بگی کم کم خودم هم داره ترس برام میداره. اصلا یه کاری میکنیم، درس اول استراتژی رو میذاریم کنار، از درس دوم شروع میکنیم که سریعتر پیش بریم. ولی این انفجار موشک و پرپر شدن سرلشکر مقدم خیلی دلمو میسوزونه. حالا دلت نمیخواد خیلی برای مقدم بسوزه؟ آقا محمودم که اصلا نه تو مراسم شرکت کرد، پیامم نداد، حالا تو دلت سوخته؟ مقدم رو ولش کن بابا، موشکه حیف شد. ما کلی قاچاقچیگری و بازارسیه و بدبختی جور کرده بودیم آیه دکتر. حالا خیلی ناراحت نشو، تو نسبه پر دیوان رو نگاه بکن. مثلا چی؟ همین انفجار کلی پیام اقتدار تو خودش داره، همه دشمنا رو میترسونه. حرف مقدم با دشمن اینه اگر کسی بخواد به ما حمله بکنه ما مهماتمون رو جابجا میکنیم. از این به بعد دیگه هیچ دشمنی دست روی ما نمیتونه بلند بکنه. بگو چرا؟ چون که اگه ما بخوایم فرار بکنیم مجبوریم خب مهماتمون رو با خودمون برداریم جابجا بکنیم، اون وقت همه جا منفجر میشه. اصلا آقای دکتر این خودش یه استراتژیه که دشمن رو بکشونیم پای زاغه‌های مهماتمون، بعد تهدیدشون کنیم که اگه تکون بخورین اینا رو جابجا میکنیم. زنده باد آقای دکتر بزن بهادر که همین الان این استراتژی رو بنا کردن. آقای شرمنده اخلاق ورزشکاری و حقیقت بینت هستم. تازه ما خیلی چیزا رو بنا کردیم که تو فقط این یکیشو تا حالا فهمیدی. آقای دکتر یه بسیجی درب و داغون و بدبخت از انفجار موشک گذشته نوشته مقام عظما گفته بودن که غربی مواظب باشن سیلی سنگین قراره بخورن. نکنه سردار مقدم هم یه رگ غربی داشته که این سیلی خورزی نه خیر، این ترکش اون سیلی بوده. ضمن که بشین سر جات بابا، هر کی میگه نون و پنیر تو یکی بسیجی. بله دیگه سخت‌ترین کار تو عالم محکوم کردن یه آدم احمقه، چون که آدم الکی خون خودش رو کثیف میکنه. افه بحث استراتژیکی میگیره، تاکتیک هم حالیش نیست. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر از میکردن. بله میفهمودن که یارو رفت خونه دوستش که تازه خدا بهش دختر داده بود. گفت خب اسمشو چی گذاشتی؟ میخواست افه بیاد که من خوب بلدم. طرف گفتش که اسمش تو هر باغچه‌ای هست. این مشنگه گفت اسمشو گذاشتی شیلنگ. روشن شد یا همچی بذارم که این شیلنگ دراز و ولو بشی تو باغچه. آی دکتر در مورد انفجار موشک شاید هم برای ایز گم کنی بوده که دشمن فکر کنه که ما خیلی شود مشنگیم. آره مثل همون شود مشنگه که دوپینگ کرد ولی تو مسابقه 2 برای اینکه کسی بهش شک نکنه از قصدی آخر شد. روشن شد یا همچی بذارم که دیگه آخرم نشی. آیا دکتر یکی با اسم مستعار خوک برامون نامه داده. میشناسمش، خوشکردار از مجلس. نوشته از وقتی برادر بشار رو از کنفرانس عرب بیرون کرده. باقی سوالش نمیخواد بخونی. اسم اتحادیه عرب رو بلد نیست، تازه سوالم میکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر از میکردن. بله میفهمودن که شوته رفت موز بخره، اسمشو بلد نبود. به میوه فروشه گفتش که 2 کیلو از اونا بده. بعد این میوه فروشه بهش گفتش که توت فرنگی یا موز. این شوته خودش از تک و تا ننداخت، گفت نه همون یا موز خوبه. روشن شد یا همچی بذارم که این توت فرنگی له کرده بشی. دکتر این بار خیلی روشن خاموش میکنید، یک دفعه دیدی میسوزم و میریزم. آیه دکتر حواستون خوب جمع کنید. ولی سوال خودم آقای دکتر اینه که چطور دوستای مقام عظما یعنی آیت الله عظما امام حسن نصرالله از یه طرف و جناب پرزیدنت محبوب یمن علی عبدالله صالح به تعلیق سوریه رأی منفی دادن، ولی نمک پرورده مقام عظما یعنی آقای نوری مالکی رأی ممتنع داد. مگه این هم میتونه مثل آقا محمود برای مقام عظما دم در بیاره و گربه برقصونه؟ نه این عقلش به این چیزا نمیرسه. خواسته تعادل کار کنه چون از اینور و اونور کشیده شده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که شوته یه پیجامه پوشیده بود با کت و کراوات نشسته بود تو خونه. بهش گفتن که کت و کراوات رو برای چی پوشیدی؟ گفت آخه ممکنه مهمون بیاد. گفتن خب پس برای چی پیجامه پوشیدی؟ گفت آخه ممکنم هست که نیاد.
دیگه کو روشنت نکردم که نریزی و نسوزی. البته در مورد دم در آوردن که گفتی این روزا همه برای مقام عظما میتونن دم در بیارن، به خاطر همون شکستگی مشهور اخیرشونه که دیگه وارد بحثش نمیشم. دکتر بزنبدار من میخواستم که روی خودم نیارم، ولی مگه شما ول میکنی؟ آقا شما که لنگر نظام الهیمون هستی و عصای دست مقام عظما، شما که ابر استراتژیست نظام هستی و مسائل راهبردی و کاربردی نظام رو حل میکنین، مگه عقل ندارین که اینجور میپیچین به پای لازم نکرد اصلا وارد بحث بشی. اصلا دکترین من اینه که تا موقعی که زور داری از عقلت استفاده نکن. مگه دارین و استفاده نمیکنن؟ بهتر از توی که هیچ کدومش نداری. ناکس به من زخم بزن بو میزنی. نه عقل داری، نه زور داری، نه استراتژی داری، نه تاکتیک داری، نه میفهمی که میمونی. ندارم که ندارم. تو چه معلومه؟ تو همون